سلام 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 دوستان، امیدوارم هر جای دنیا هستید حال دلتون خوب باشه و همیشه شاد و موفق باشید. به کانال ترید مدیکا خیلی خوش اومدید. من محمد علی هستم و با اولین تحلیل خودم در خدمتون هستم. خب یه چیزی رو که قبل از شروع هر کار میخوام خدمتون دوباره متذکر بشم، اون مدیریت سرمایه است و مدیریت سرمایه رو در همه حال و در هر صورت دوست دارم که شما دوستان لحاظ کنید و اون رو حتما بهش توجه کنید. من خودم هر پیشنهاد و هر معامله که میخوام باز کنم با 1% ریسک بیشتر باز نمی کنم و مدیریت سرمایه جای رشد به ما میده. مدیریت سرمایه باعث بقای ما تو بازار میشه، باعث میشه که ما اون سودی که در آینده، سودهای خیلی خوبی که در آینده میخواد نصیبمون بشه رو منتظرش باشیم و به اون برسیم. و غیر از مدیریت سرمایه بخوایم عمل کنیم، با حجمای نامتعارف بخوایم عمل کنیم، خب نهایتا باعث از بین رفتن حساب و جدا شدن ما از بازار میشه. پس اینو حتما دوستان بهش توجه بکنن. خب اولین چارتی که من میخوام برای شما تحلیل کنم چارت DXY و DXY یا همون چارت دلار که بعد از یک اسپایک های قوی نزولی اینجا تقریبا یک حالت رنجی پیدا کرده و یک کف بالاتر هم زده و از اینجا من انتظار رشد به سمت بالاتر رو دارم. من اینجا یک خط ترند لایدی برای شما میکشم. بعد از شکست خط روند ما میتونیم از اینجاها به سمت بالاها منتظر رشد دلار باشیم. یعنی در این من از اینجا شروع به بای گرفتن و حد ضرر زیر این پینبارمون هست و حد سود ما دقیقاً اینجا قرار میگیره. من یکم اصلاح کنم. بله، و حد سود ما اینجا قرار میگیره. خب این از اولین پیشنهاد DXY بود. پس شما اول بعد از شکستن این خط روند شروع به معامله باز میکنید و تا اینجا میتونید معامله خود رو نگه دارید. چارت بعدی که میخوام برای شما تحلیل کنم چارت طلا هست و خب در تایم فریم روزانه ما اینجا دقیقاً بعد از شکستن این ترند لاین اینجا منتظر رشد طلا هستیم که به عدد بالاتر بره. اگر تایم فریم 30 دقیقه ما بریم و در اینجا حضور داشته باشیم میتونیم یه سیگنال خیلی خوبی به شما بدیم. پس این هم دومین پیشنهادی که من میتونم برای طلا به شما بدم. دقیقاً اینجاها منتظر بای طلا و این زیر این تا خط خودمون. این دو تا پیشنهاد من میتونم بهتون بدم، هر کدوم که فعال شد میتونید استفاده کنید و لذتشو ببرید. انشالله که براتون پرسود باشه. چارت بعدی که میخوام براتون تحلیل کنم USD یا چارت همون داو جونز. خب تو تایم فریم روزانه که نگاه کنیم، خب اینجا ما منتظر ریزش هستیم یا همون اصلاح به سمت عددهای پایین‌تر و انتظار رشد ندارم از داو جونز. دقیقاً از همین جاها منتظر سل باشیم و منتظر دیدن عدد پایین‌تر توی داو جونز باشیم. خب از اینجاها منتظر سل به سمت اعداد پایین‌تر. اگر بخوام یک
پوزیشن دیگه خدمتتون بگم، پوزیشن سل دوباره روی داو جونز بعد از شکست اینجا هست. یعنی دقیقاً وقتی که این پایین رو شکست ما منتظر عدد پایینتر از داو جونز میمونیم و این هم پوزیشن دومیه که من میتونم خدمت شما بگم. پس اینم از دو تا پیشنهادی که روی داو جونز داشتم. انشاءالله که براتون پرسود باشه و استفاده کنید. برای حمایت از منم لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره و منتظر لایک و سابسکرایب شما هستم. اگر نظری دارید، اگر موردی هست یا اگر جایی براتون نامفهوم بود، حتما پایین ویدیو کامنت کنید بزنم، من اون رو میخونم و حتما براتون جواب میدم. ممنونم که منو همراهی کردید. متشکرم. ممنون از همراهیتون.